آقا پسری که وقتی یهو میره توی آسانسور گیر میکنه و با یه دختر اونجا با هم حال میکنه، اما وقتی که برق میاد میبینه که اون رفته ولی صورتشو ندیده. حالا هم باید از بین 100 تا دختر دانشگاه باید از روی سوراخاشون اون دختری که تو آسانسور با هم حال کردن رو پیدا کنه. سلام گوگل های دلانگیز، خوش اومده به یه ویدیوی پر از جذابیت. قبل از شروع ممنون میشم چنل رو سابسکرایب کنید و اون دکمه لایک رو بزنین. اسم این فیلم 100 دختره. یه شب متیو در یه پارتی توی خوابگاه دخترانه بوده، سوار آسانسور میشه، اما خرشانس اعظم همین که دکمه آسانسور رو میزنه یهو برق میره. اونجا با یه دختر تنها گیر میافتن و کسی هم نیست، با هم اونجا حال میکنن. مجبوره چیز میزشو تا صبح فرو میکنه در کلوچه خوشمزه دختره و حسابی طعمشو میکشه. صبح که میشه یهویی برقا میاد، میبینه که دختره نیست و نتونسته صورتشو ببینه. پس متیو خرکیف میشه، کنجکاو میشه، میگه این بهترین سولاخی بود که من زمین زدم، باید برم پیداش کنم. متیو به دوستش راد قضیه رو توضیح میده، میگه که من تا حالا تو عمرم همچین کلوچه نرم و توپل آبداری رو ندیدم. دلت نخواد. بعدش لباس زیری که برای دختره بوده توی آسانسور جا مونده رو در میاره، نشون دوستش میده، با هم نقشه میکشن تا متیو رو دوباره بفرستن خوابگاه دخترانه. پس یک کیف پر از موش از پنجره پرت میکنن توی اتاقشون تا متیو بتونه به بهونه گرفتن موش ها بره خوابگاهشون، یعنی شیر مادر و اون چیز پدر حلال دلاور. اینم میره به علت گرفتن موش ها همه اتاقهای خوابگاه و اونجا 3 لباس زیر دخترها رو نگاه میکنه تا بتونه لباس زیر اون دختر مرموز پیدا کنه. هرچی میگرده هیچی پیدا نمیکنه و ناامید میشه، میخواد از اونجا بیاد بیرون. حین اینکه میاد میبینه در یه اتاقی بازه. یه پسر هیکلی به اسم کریگ با یه دختری به اسم پتی به زور میخواد رابطه برقرار کنه. اون میره داخل اتاق و میخواد جلوی کریگ رو بگیره، سینه های پسره رو میگیره و بشکون میگیره. کریگ هم متیو رو بشکون میگیره. بعدش این دلانگیز پتی جون میاد پیش متیو. اول میره سراغ سینه هاش، میبینه که قرمز شدن، یکم سینه هاشو میماله. بعدش هم میاد یکم پایین تر میگه بیا با هم یکم حال کنیم، راز بقا با هم کار کنیم. بعدش متیو گوه بلند میشه میگه من به تو علاقه ندارم و میره. یعنی داداش درسته اونجا دختر مختر زیاده، پر از هلو و کلوچه هست، شما آخیدی کفران نعمت نکنید دیگه، نمیخوای خب بفرست اینجا. والا به خدا قسم. متیو خودشو به عنوان نگهبان خوابگاه جا میزنه، هر موقع دلش هم خواست میره اونجا. بعدش یکی از دختران خوشگل بلند دانشگاه به اسم سینتیا ازش کمک میگیره تا بیاد لوله هاشو درست کنه، یعنی چیزه لوله های اتاقشو درست کنه. متیو هم مثل خری که بهش تیتاب دادن کیف میکنه، میگه من 5 سال از عمرم لوله کش بودم، بیا بریم لوله هاتو درست کنم. یه دختر بازم خوشگل به اسم آیلین، چقدر اونجا همه خوشگل مشگلن. این دختر با متیو قرار میذاره که فوتبال بازی کنن و هر گولی که متیو بخوره باید لباساشو در بیاره تا میرسه با آخرین لباسی زیرش که دخترها میان درش میارن و این دیوونه اهل دلمونم با افتخار چیزشو میندازه بیرون و میگه بیا اینم ببل من، دوستش دارین؟ و دخترها هم صحبت میکنن در مورد سایزش. متیو جانم یه حماسه دیگه خرج میکنه، سیستم هوای اون خوابگاه رو خراب میکنه تا همه دخترها از شدت گرم لباساشون رو در بیارن. بعدش هم با یه دوربین شروع میکنه به دید زدن دخترها تا بتونه اون دختر رو پیدا کنه. متیو یواشکی میره دستشویی خونه دخترها که یه دفعه دختره میاد که متیو رو میبینه، از ترس با اسپری مو به اون حمله میکنه، اما سری متیو رو میشناسه و میگه من یکی از همکلاسی های قدیمی به اسم وندی هستم. و بعدش متیو همه ماجرا رو بهش توضیح میده. دخترم میگه من کمکت میکنم تا اون دختر رو پیدا کنی. متیو هم که همچون دنبال سوراخی که کرده رو میگیره، توی یه اتاق یه ستی از یه لباس زیر رو پیدا میکنه. پس فکر میکنه که دختره رویاهاشو پیدا کرده و منتظرشه که بیاد. همین که دختره میاد شروع میکنه از احساساتش نسبت به دختره، اما متوجه میشه که اون کر و لاله
و اصلا اشتباه گرفتتش. اون ناامید میشه و میره در دانشکده یه روزنامه یه آگهی چاپ میکنه و میگه من هر پنجشنبه توی زیرزمین دانشگاه منتظر اون دختره هستم. متیو جانم چندین هفته دست داخل تنبون و به خیار همچون منتظر دختره نشسته، اما خبری نمیشه. بالاخره وندی میاد پیشش، همون دوستش، و میگه که بیا به اتاق من یه چیزی بخوریم. بعد از شام وندی یه ست لباس زیر براش میاره و کلاهگیس و میگه برو اینا رو بپوش و نمود کن که یه دختر به نام فرانچسکویی و با هم دیگه میریم به اتاق دخترای مختلف. ازشون میپرسیم و از زیر زبونشون میکشیم که کدومشون کلوچه نرم آبداری دارن که تو میگی. اما هیچ کدوم از دخترها میگن که اون شب ما تو آسانسور نبودیم. پس وندی به متیو پیشنهاد میده که باید با دخترای بیشتر حرف بزنید تا دخترها رو بشناسید تا متوجه شی کدوم یکی تو آسانسور بوده. اون شروع میکنه با همه دخترها صحبت کردن و باهاشون صمیمی میشه و همه دخترها رو امتحان میکنه. بعدش با یه نفری به اسم دورات که خیلی تنها است، فقط به خاطر اینکه بهش ترحم میکنه شروع میکنه به صحبت کردن. فرداش آیلین به متیو دوباره پیشنهاد میده که فوتبال دستی کنه، اما این دفعه متیو است که همش داره گل میزنه و برنده است. آیلین همه لباساشو در آورده، رسیده به لباس زیر، اما آیلین جرزنی میکنه و متیو رو متهم به تقلب میکنه. میگه من دیگه بازی نمیکنم و از اونجا هم میره. اونم شانس مایه. متیو اون دختر دورا رو که خیلی حرف نمیزنه دوباره میبینه که اومده روی پشت بوم خوابگاه. اون با عجله سعی میکنه بره روی پشت بوم پیشش. توی راه به یه مبلی میخوره و یهویی مبل میافته روی اون جیگر، همین دختر سینتیا. ای خدا! دورا میگه که من میدونم هیچ کس منو دوست نداشته و علاقه بهم نداره، اما متیو آرومش میکنه و با هم میرن اتاق و اونجا تا صبح با هم کتاب میخونن. یعنی جدا دارن کتاب میخونن، فکر نکنی شوخی میکنن، واقعا کتاب میخونن ها. حداقل مینشستیم کتاب آموزش درست کردن بچه رو میخوندیم. بعدش پتی همون دختره که اول فیلم اصرار داشت با متیو بخوابه که متیو بهش گفته علاقه بهش نداره، میاد پیشش و شروع میکنن با هم حرف زدن. میگه میدونم دنبال یه دختر میگردی. همون لحظه پسر هیکلی کرگ میاد و شروع میکنه به زدن متیو، اما این دفعه پتی میاد کمکش و موهای اون مرده رو به زمین منگنه میکنن و فرار میکنن و میره داخل یه اتاق و این دفعه دیگه متیو حرفای ما رو گوش میده، کفران نعمت نمیکنه. این دفعه دیگه این کلوچه رو زمین میزنه و حسابی میخورتش و بلبلش تو قفس اون فرو میکنه. دوباره این پسر توی زیر زمینه، هر پنجشنبه میشینه ولی بالاخره یه دفعه در باز میشه، یه دختره میاد توش. اینجا که این همه متیو نشسته، یه دفعه بدون اینکه صورت اون دختره رو ببینه میگه بهش نیا تو، برو بیرون، دیگه دوستت ندارم. خود خری، نه اینکه مثل خری. بعدش هم دختره در رو میبنده و میره. متیو صورتشو ندیده پشیمون میشه و میره بیرون. گوه خوردن، ناموسن گوه خوردن. سال تحصیلی داره تموم میشه. هم من هم شما عزیزان دل خرکیف منتظرید بدونید اون کلوچه خوشمزه آبدار کیه. خب این دفعه متیو با آیلین همون دختر فوتبالیسته با هم متحد میشن و این دفعه کرگ و دوستش رو میبرن، اونا رو لخ میکنن. بعدش هم متیو از دورای فیلم ضبط میکنه و براش پخش میکنه تا ببینه که چه دختر زیبایی هست. وقتی که متیو برمیگرده به خوابگاه میبینه که دوستش داره فیلم خاک بر سری نگاه میکنه و چشمش میفته به دم و دستگاهاش و تعجب میکنه که چقدر سایزش کوچیکه. سایزش اندازه یه خیارشور کوچیکه. رفیقش هم بهش میگه من به خاطر همینه که از زنم متنفرم. آخر سال شده، متیو میره دم در خوابگاه دختران و با صدای بلند داد میزنه، میگه من عاشق اون کلوچه نرم و خیسیم که اون شب با هم تو آسانسور بوده. کی اون بوده؟ که همه دخترها شیشه رو میدن بالا، میان دم پنجره میگن ما همون کلوچه ایم، ولی یه پنجره هست که اونجا چیزی نگفته و درش بسته، چراغا خاموشه. پس متیو متوجه میشه و فوری میره اتاقش، میبینه که اتاق پتیه. پس میگه من عاشقتم و تو همون دختری هستی که تو آسانسور بودی. پتی میگه من اون دختر تو آسانسور نیستم، ولی من دوستت دارم. هر کاری هم که کردم تا عاشقم بشی، اما تو هنوز عاشق همون دختری هستی که تو آسانسور دیدی.
متیو با اینکه پتی رو دوست داره ولی به خاطر اون دختر توی آسانسور ولش میکنه و میره. بعد از اون وندی به متیو میگه که من هیچ علاقه‌ای به پسرا ندارم و میگه که من عاشق دخترام، عاشق اون آیلین دختر فوتبالیستم. پس متیو یه شرایطی رو فراهم میکنه تا این دوتا دختر رو به هم برسونه و بعدش هم دوستش راد با اون دختر تنها با هم تو آسانسور میرن. متیو هم یه دفعه برقا رو قطع میکنه تا اون دوتا هم تا صبح با هم حال کنن. متیو هم ناامید میشه و میگه که من دیگه هیچ وقت اون دختر رو پیدا نمیکنم. بنابر این میره سراغ پتی و مثل این که یه هدیه رو باز میکنه، اون لاش رو باز میکنه، یعنی چیز کامل بازش میکنه دیگه. میبینی خب بله. بعدش هم میگه این کلوچی شاید به آبداری اون کلوچی توی آسانسور نرسه، اما دیگه حالا هرچی باشه نقد بهتر از نصیحت است. عزیزان دل لطفا دیگه ما رو نکرده نرید، یعنی چیز لایک منظورمه، لایک. اوی آقا لطفا ما رو لایک بکنید. دم همتون گرم، دوستتون دارم، خلاق و پر انرژی باشید. تا ویدیوی بعد فعلا خداحافظ.